برزخ از حال ما و شما با خبر هستند. یعنی هر چیزی که در بین ما و شما میگذره در عالم حیات، اونا هم با خبر هستند. هر یک نفری که از دنیا گذشته می شود، ارواح ها جمع میشن، از او پرسش میکنن فلانی چه خیل بود، بهمدانی چه خیل بود، تو همون اندازه پرسش میکنه که میگن فلانی زن گرفت، فلانی زن شوهر کرد، تو هم اندازه میپرسن. بعدا میپرسن کسی را که پیش از یک مردگی بود، یک سال پیش یا یک ماه پیش یا که چند روز پیش، بعد میگن فلانی چی حال داشت؟ میگه چی شما نمیدونی که او پیش از من از دنیا رفتگی بود؟ بعد همجا خیلی زیخ میشن، میگن اندوهگین میشن، میگن نه خیر او که دیگر طرف رفته است، نعوذ بالله. خدا پناه بده وقتی که به ایمان از دنیا بروه، او در عالم برزخ یگان ذره آزادی نداره. همچنان که در حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که هر کسی که شب جمعه یا سحر جمعه اگر زیارت قبر پدر مادر بره، ثواب حج عمره در میاد. این یک حدیثی ضعیف است. این جوان هم هر روز جمعه بعد از نماز بامداد میرفت عادت داشت. یک چی واقعی شد که میگه یک 2 ماه نرفت. بعدا مادرش در خوابش در اومد گفت ای فرزند عزیز، گفت تو برای چی به زیارت ما می اومدی به قبرستان اومدن بس کرده دیگر نمیایی؟ هر وقت که تو می اومدی با اومدن تو من خشنود میشم، در بین عالم ارواح سرم بلند میشید و اهل قبرستان همه خرسند خشنود میشیدن با اومدن تو. این جوان که از این چیزا که خبردار نبود، بعد میگه مادرش پرسید که مادر گفت آیا از همه رفتن و دعا کردن های من در قبرستان تو آگاه میشه، خبردار میشه، میفهمی که من همون جا اومدم و دعا کردم؟ بعد میگه مادر گفت گفت فرزند عزیز، گفت همون کوپرکی که با بالاش همون پولی که گذشته میوی به قبرستان 1000 نفر رفته او میکنن هر روزه. 1000 نفر. وقتی که تو به طرف قبرستان به زیارت قبر میوی، از بین 1000 نفر شلفه آواز پوی تو من حس میکنم با پیشوزت میکنم. شلفه آواز پوت میفهمم پیشوز میکنم، ولی خبردار شدن گپو طرف نیستم. برای همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر بار که قبرستان میرفت سلام میداد، السلام علیکم یا اهل القبور. با چند طریق حدیث ها وارد شدگی هستند. السلام علیکم دار قوم مؤمنین، به این طریق هم آمدگی است، دعاهای زیاد کردگی است. حضرت ابن خیم جوزی در آن کتاب روح میگن اگر به شرطی که این مرده ها همین خاک مثلا استخوان بیجون مثلا که یک فردویت بیجون کی باشه، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همین سنگ کلوخ سلام میدید. یعنی سلام دادن رسول الله صلی الله علیه وسلم به قبرستان که السلام علیکم یا اهل القبور گفتن، حکمتی داره که او همه چیز بخبر میشه. و هر نفری که به زیارت میرود اهل قبرستان از او بخبر میشن که کی اومده کی رفت. بعدا میگن این بچه با پرسید مادرش که مادر گفت خیر من شکل خود آگاه میشیده، خرسند میشیده در بین علم ارواح، اما اهل قبرستان گفتی خرسند میشن، این ویدیو برای چی خشنود میشن؟ گفت فرزندم گفت به خاطر که تو 2 بار دعا میکنی، یک بار دعا در حق من میکنی، یک بار دعا در حق اهل قبرستان، دعای رحمت و مغفرت. ولی همه بوده در همه مردم ما شما هست و هر کسی که یک کسی میبریم گور میکنیم یا دعا میخونن تبارک در حق او دعا میکنن، با دویم بار با میخونن در حق اهل هم قبرستان که همون امید دارن، همه تا گردناشون چی از کج امید دارن که در حقش یک کس دعا کنن، دعای بر رحمت و مغفرت. یعنی از این معلوم میشود که چی است که در عالم برزخ بدگی ها از حال ما شما خبر هستند. و البته که در حق ها دعا کردن، در حق ها خیرات و صدقات کردن، که البته که حضرت صوفی علیه میگفت که خدا از مانعان خیر بیزار کند او مانعان خیر در نار. کسی که خیر منع میکنه خدا از او بیزار است و او را چکار میکنه؟ جوش دوزخ. یعنی هر عملی که ثواب است، هر عملی که خیر است، او چی است؟ خدا از او خشنود میشه. و ثوابی در حق میید البته که مردم میخوان عادت به آب و نان دارن، وگرنه راه های خیر صدقات هزار نمود است. میشه که چند تا قرآن مقرر در طالب علم برای تقسیم کنه.
میشه که 5-10 تا طالب علم و یک سر و لباس بخرن، میشه که در یک مسجد مثلا یک جوش در تریزه شه و یک جای نماز شه در همونجا صرف کنن، اینو با صدقه جاریه با ثوابشون بازی زیاده تر هستن. هر طریقی که باشد انشالله که ثوابی میرسه. و البته که ما و شما هم باید که آگاه باشیم که البته هر کجا که نشسته باشد ذکر خدا و البته که یاد الله رو از حدیثای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان داشته باشیم که همه ما و شما البته که چی غنیمت هستیم. حضرت مولا میگفت که زی غیر ذکر ایزی گوشی کرده، هر کجا که اگر سخنی خدا نباشد گپی بیهوده باشد میگن در اوجا کربدن بهتر است. زی غیر ذکر ایزی گوشی کرده، زی گوشی هرزگویان گوشی خربه، از آدم هرزگو و پلفته و بیهوده بوده میگه آواز خر بشنوی بهتر است. حالا که از همه منفورترین آواز خر است. خداوند در سوره لقمان بیان میکنه این انکر الاصوات لصوت الحمیر، هر آینه منفورترین آواز خر است. از همون گپی بیهوده میگه صدای او را بشنوی بهتر است. زی گوشی هرزگویان گوشی خربه، دلی به عشق او بادا کفیده، دلی که عشق پروردگار نداشته باشد مردنش بهتر. زبان به ذکر او بادا بریده، زبانی که حمد ذکر سپاس و ستایش پروردگار نداشته باشد گم بودن بهتر میگم. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا بریده، نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر، بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. وقتی که در همین دنیا البته که وقتی که انسان خالق خودش نشناسه، مالک خودش نشناسه، رازق خودش نشناسه، ندانه که این زمین و آسمان و ماه و کهکشان صاحب یا کی است، این گرداننده شب و روز این قدر مثال سیاره و ستاره های هست، وقتی که نشناسه و ندانه میگه به همین غفلت از دنیا برای میگه کفن برای او حیفه. بزرگان میگفتن ساعت بر خود نظر کن کیستی، از کجایی از چی جایی چیستی، در جهان بحری چه عمر زیستی، جمع هستی رو بزن بر نیستی. یعنی انسان یک لحظه اندیشه کنه که کی است. قبل از اوی که عبادت خدا ندارد، نماز ندارد، مسجد ندارد، قرآن و تلاوت ندارد، یک ذره بر خودش نظر کنه که کی است. حضرت مولا جنون میگفت که اصلت از قطره منی، ای آدمی زود اصلت از یک قطره آب حرام گوینو کرد، اصلت از قطره منی لایقی تو نیست منی، از راه باول شدی کبر منی ها چی کنی؟ ای آدمی زود یک لحظه اندیشه کن از همین دهن نازنین پاک حلال تولد نشده، از چشم پاک حلال تازه تولد نشده، از گوش بنی نازنین تولد نشده، از در راه آدمیزاد برآمده که غیر همه میدونن که اکنون نوشاکیشون که آب زمزم است، اما آبهای دیگر فقط از بحرها میگیرن، فیلتر میکنن، از همون استفاده میکنن، دیگر نعمت آب در اونجا خیلی کم است. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم امرش کرد به کندن چاه و حضرت سعد چاه کند و از چاه کندگیش هر کسی که از او استفاده میکرد از او یگان پول اجری نمیگرفته. هر کسی که میگه حاضر او سعد، این ثوابش برای مادر سعد است، ثواب برای مادر سعد است. یعنی پس چی است که ثواب صدقات، ثواب دعا البته که برای میت میرسد و دعا ثوابش رسیدن خودی همین جنازه‌ای که میخونیم همین خودش دعا هست. از یک وجه نمازش میگیم نماز جنازه، از وجه دیگر چی است؟ این دعا است خلاص. به خاطر که نماز اوی را میگن که قرائت دارد، رکوع دارد، سجود دارد، قعده دارد. این چی است که جنازه یو را ندارد. در نماز جنازه چی است؟ نه رکوع است، نه سجود است، نه قعده است، نه قرائت است، بلکه همش دعا است. فقط به خاطر اون نماز میگیم که شرط های نماز در این موجود است.
یعنی شرطای نماز طهارت کردن، ستر عورت به جا آوردن، رو به قبله ایستادن، این شرطای نماز است. همین شرطا در جنازه هست، برای نماز جنازه میگیم. وگرنه این چی است؟ همش چی از دعا است و به دعا همه محتاج است. پیامبرم محتاج است. تفلکی هم که نو تولد میشه، بین همون تفلک هم جنازه میخونیم. اگر این تفلکی نو تولد شده است، یا یک روزه یا 10 روزه یا یک ساله، او کل یگان گناهی نداره، لیکن همون رو جنازه ش میخونیم. همون تفلک هم محتاج به رحمت خدا. پیامبران هم جنازه شون خوندن، از آن جمله پیامبر خود صلی الله علیه و سلم، صحابه درآمد چند نفر خوندن، جدا جدا برآمدن که بعضی قول ها است که تا 50,000، بعضی زیادتر تا 100,000 بیان کردگی هستند. یعنی پیغمبرم محتاج رحمت خدا است، تفلک هم محتاج رحمت خدا است و همه بنده مومن هم محتاج رحمت خدا است. پس نماز جنازه دعا است، دعای زنده ها برای مرده ها و صدقات زنده ها برای مرده ها، نفعش برای اینها میرسد. و البته که این دنیا البته که به حساب و به کتاب نیست. خالق زمین و آسمان فقط الله هست. خالق کوه ها فقط الله هست. خالق اوکیان ها و اقیانوس ها و بحرها فقط الله هست. خالق همه نباتات فقط الله هست. خب اکسیژنی که نفس میکشیم خلق کرده الله هست، کسی را استحصال نمیکنه. و چی هست که گرمی می آوردگی فقط الله هست، سردی می آوردگی فقط الله هست، فصل های سال تغییر می دادگی فقط الله هست، شب روز می کردگی الله هست، روز شب می کردگی الله هست. بین با اختیار خود هیچ کس به دنیا نه آمده است، و خواست الله آمدیم و با اختیار خود هیچ کس نمی رود. یعنی نه در آمدن اختیار داریم و نه در رفتن اختیار داریم. خلاصه که همه و همه در قبضه قدرت الله زوجلال است. و نفری که البته که قبل از ما و شما گذشته می شود، موافق قانون شریعت و دین مبین اسلام شستن و کفن کردن و خوشبو کردن و جنازه در حقش دعا کردن و به خانه قبر سپردن، که همین هم چی است؟ یک نعمت الله است. حالی برادرایی که رفته ها دارن به مملکت های هندوستان قصه میکنن که دیدن اونها یک دهشت است. ما بینه که مسلمان ها را چه عمل داریم و چه عمل دارن. همین مرده پدر یا مادرش در بالای همین قدر هیزم تل کردگی میمونه و میزنش علاو دیگر قربست سختن میگیره. دیگه کلای مادر پدرش جرش ریسه از استخوانش هر طرف بوی بدترین بو از او خارج میشود. بعدا با می پرتوی خاکسترش در دریای گنگه یا که زاغ و زنبور میخرش میرن یا فرزندی خشم خیلی اتش میزنن. البته اگر فکر کنی یک دهشت هستی، یا که نعوذ همون گاو خدا میگه گاو که پیشو کرد میبرن سراشونه در تای همون میمونن که این نعوذ مقدس هست. اما مسلمان ببین میشود کفن میکند، خشبو میکند، خیر خش میکنن، در حقش دعا میکنن و در خانه قبر میسپردن. وقتی که جاهلیت انسان نظر میکنه بعد به قدر نعمت اسلام میرسه. اینه که چی هست که یکی که قسمت های که هندو هستن، قسمت های دیگر جایی که بیدین هم همتری هستن، ولی همون میدروش در پیچگاه و بعد خاکسترش میگیرن میره و دیگر. حالا هم که در اکثر اخبار بیان میشود که مرده وقتی که از دنیا قبض روح میشود همون قدر تنش آزوری هست، درمنده هست که حتی روح ندا میکرده است برای غسال که ای غسال دست آهسته به تنه ما بربوشو که همه درمند است. وقتی که قبض روح میشود، اگه بعد قبض روح شدن عالم دیگر است که عالم برزخ میگن. عالم برزخ یعنی بعد از مردن تا قیامت عالم برزخ است. در عالم برزخ دیدن روح ها یکدیگر هست. چهل که در دنیا یکدیگر را میبینیم، در عالم برزخ هم مؤمن ها و مسلمان ها یکدیگر را میبینن. از قسمت پدر و مادر اولاداشون را میبینن، قدرداناشون را میبینن. تو همون جیفه این حسن جمالی تو از اوست، باش خاکی دری او میل به بالا چکنی. برای همین خاکی دری او باش، میل به بالا نکن که یک بار اصل تنیگه که اصل از کجا است.
البته که این اندیشه کردن و تفکر کردن فقط مؤمن و مسلمان میکنه، اما غیر ایمان به خدا و به روز آخرت که نداره پروایی نداره. پس بنده باید که همه را غنیمت بشموره. در دنیایی که ما و شما هستیم همه به منزله یک مهمون هستیم. الله ذوالجلال در سوره ملک بیان میکنه که سبب همین خلق کردن مرگ و سبب خلق کردن حیات برای چی است؟ برای چی ما حیات داریم؟ برای چی ما میمیریم؟ الله ذوالجلال در همون سوره در آیه کریمه جواب همین سوال میگرداند که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خلق کردیم مرگ، خداوند میگه، و خلق کردیم حیات. برای چی خلق کردیم؟ لیبلوکم ای لیمتحنکم، تا که امتحان میکنیم شما را که ایکم احسن عملا، کدام شما احسن عمل دارا هستید، کدام شما عمل خوب و عمل صالح دارا هستید. یعنی خلق کردن مرگ حیات اینو فقط به خاطر امتحان است و نفری که از بین ما و شما می رود اینم امتحان است که در دیگر آیه الله من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خداوند میگه که ولنبلونکم، با چند چیز شما را امتحان میکنیم. امتحانات خداوند بسیار بسیار گوناگونه و هیچ مسلمان از امتحان خدا خالی نیست. گاه درد میاد، گاه رنج میاد، گاه مصیبت میاد، گاه انسان بانکرات میشه، گاه با دارا میشه. همه امتحان پروردگار است. میگه ولنبلونکم بشیء من الخوف، گاه با خوف امتحانتون میکنیم. خوف البته که این خوفی از دین و از آیین این کاری امروزه و دیو پریروز نیست. از همون زمانهای پیش هر یک پیغمبر اگر تاریخ شکی ببینیم همین خوف و خطر دائم بود برای مسلمان. همین زمانی بود که خود دیگه در زمانی که حضرت موسی کلیم به دنیا اومد که در اونجا چقدر طفلا رو نابود کردن. 100,000 طفل سر بریده شد تا کلیم الله از آن رسته شد. همین قدر دختر میموندن، بچه را قدر. یا دیگر امتحانات سخت‌ترین در پیغمبرها بود که ببین سخت‌ترین امتحانه که حضرت ابراهیم خداوند امر کرد که بچه طبق قربانی کن. این امتحان اگر بر ما شروع کنه هیچ کدام ما از این امتحان گذاشته نمیتونیم. قوت این امتحان فقط پیغمبر داشت. هر کس خداوند موافق ایمانش امتحان میکنه. پیغمبرها را سخت‌تر، اولیاء را با از او با دیگر اومده مؤمن و مسلمان ایماندار را هیچ کس از امتحان خدا خالی نیست. میگه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، و گرسنگی خداوند میگه امتحان تون میکنیم. گاه قحط سالی میشه، خشک سالی میشه، بارون نمیباره. یا که حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میگه که الجوع هو صوم رمضان، گرسنگی ماه شریف رمضانه. ولی ماه شریف رمضان همین یک هفته موندن ده که بعد که تلفن همین سوال سر میشه. اکنون جلود کم توبت کردیسم، این اکنون ما باید که کرور برم 11 ماه برای چی جلود که توبت نکردی؟ 11 ماه برای چی کرور ده نرفتی دم بگیری؟ همین پیش رمضان با سر میشه. همین بهانه. یا که زنگ بزنه رسیه که همین روزه بگیریم مگر خزیه این اکور سرمون میکنن دیگر نمیمونمون. محلش میگم خزیه این تیه کفیره، خزیه این اصلی سر نکنن. خزیه این ما هم الله ذوالجلال است، رازق مالک خالق ما هم خزیه این اساسی هایی. این خزیه این تیه کفیر است. هزار نابوتی تو روزه تا بگی من اشتراط که نکن. هم که چی هست؟ همین امتحان خدا همین روزه خودش. و اگر نه از روزه و نمازی ما به خداوند یگان فایده نیست. اگر 100,000 سال طاعت عبادت کنیم به ملک خدا هیچ فایده ای نداره. اگر 100,000 سال انسان اتئیست باشه بر ضد خدا و پیغمبر قرآن مبارزه بره بر ملک خدا هیچ ضرری نداره. همش فقط امتحان است. ببین همین رمضان هم یک امتحان است. هست آدمی که مسلمان میگه الحمدلله روزش میخوره، اون نفری هست که امروز نگفتگی هست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال. مال ها نیست شدن گاه همه شود که پست و بلندی هست که گاه آدم به مال میشه.
حضرت امام شافعی میگه نقص من الاموال و زکات المفروضه. همین کم شدن ما زکات خداوند و زکات هم امتحان میکنه. همه گویا زکات نمیتن. نفرش هست که عموما زکات پروایی نداره، زکاتی مولش هم نمیتن. یکی همین زکات هم امتحان پروردگار است. و اگر نه همون زکاتی که ما میبروریم به خداوند چی فایده؟ هیچ. میگیری در خیش تبار خودت میتی قدردان میری، در حق دعا و درود زیاد میکنن، لیکن به خدا این زکات یکم فایده نیست. قربانی هایی که میکنیم میکشیم، خودمون میخوریم، زن و فرزندمون میخوره، مهمانمون میخوره، از اون خون و پوست و گوشتی و به خداوند چی فایده؟ هیچ فایده نیست. همین اصلا اگر نگاه کنیم اسلام فقط و فقط نفع و منفعت برای خود همین مسلمان ها هست. حیف افسوس که نمیفهمیم. و نقص من الاموال و انفوس که گاه انسان هست پدرش از دنیا میره، مادرش از دنیا میره و این هم چی هست که امتحان پروردگار است. خواهر و برادر و ابها و دیگر یک رفتن، این هم امتحان پروردگار است. و ثمرات بعضی ها باغ و میوه و دیگر تفسیر کردن که گاه ها میشوه همش خشک میشوه یا که سرموش میزنه حاصل نمیشه. اکثری مفسر گفتن ثمرات میوه این فرزند بنده است که خداوند هیچ مسلمان خداوند نشانه تا این مصیبتی که خودش زنده بشه و فرزند گذشته شود، این مصیبتش 10 چندان و 100 چندان هیچ هست که سوزشش زیادتر است. چون که پدر مادر مردن که میراثی است. همه هر کسی بخوانه خواه پدر مادرش میمیره، دیگر راهی ندارن، این میراثی است. اما فرزند هم مصیبت پیش میگفتن پدر مادر مری میراثی است و فرزند مری تیری الماسی است. این تیری الماس خیلی که سوراخ میکنن میسوزونه، هم خیلی خدا پناه بده. بعدا فرزند زیادتر انسان میسوزه و پدر مادر کمتر. برای چی؟ برای محبت سین پایان میدوند. بابامون حضرت آدم علیه السلام نه پدر دیده است نه مادر که دلش به پدر مادر بسوزه. وقتی که محبت بالا که نیسته، فقط و فرزندوش هم طرفتن میگیره، حتما که انسان از پدر مادر دیگه فرزندوش زیادتر دوست میکنه. این اگر پدر یا مادر بیمار شه میگه ان شاء الله خیر فلان کارو بکن، سوز میشه میده چی گپ نیست. نیک اگر کودک میده که دوشه در این تلفن این ورشکاوی رو ببینی، این موشینکاوی رو ببینی، این چقدر فرق داره. و الانفس و ثمرات، از همین امتحاناتی که الله عزوجلال در آیه کریمه بیان کرد، بعد گفت و بشیر صابرین، ای محمد صلی الله علیه وسلم بشارت بده، مژده بده، خبری خوش بده همون انسان هایی که در همه چی هست که صبر دارن در این امتحانات پروردگار. و بشیر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، همون صبر کننده های وقت مصیبت آمد و اذا اصابتهم مصیبه و چی میگن؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما همه خلق کرده الله هستیم و بازگشت ما فقط به سوی الله هست، دیگر راهی نداریم، دیگر چاره‌ای نداریم. از بالای زمین الله، از تگ آسمان الله دیگر هیچ ما قدرت رفتنی نداریم. فقط و فقط خداوند میگه و الی المصیر، بازگشت شما فقط به سوی من است. پس البته که باید که بنده اندیشه داشته باشد از روزی رفتن و البته که آنهایی که قبل از ما و شما میروند و دعا و درود و رحمت و مغفرت پروردگار آنها را یاد داشته باشیم. انشاءالله که هم اجر ثواب بر روح آنها میرسد و هم چی هست در عالم برزخ از ما و شما خوشنود میشوند، سربلند میشوند که هر یک دعا و درود و هر یک خیر صدقاتی که به روح میت میکنیم و طبق مثل طبقهای نور به نزد او میروند. عرض کرده میشود که